عرض سلام و درود به اساتید، همکاران و پزشکان محترم. انقام امین نسب هستم، روانشناس سلامتی. سلامتی یک مفهوم چند بعدی هست. علاوه بر بیمار نبودن، احساس شادکامی و کیفیت پایین زندگی رو در بر میگیره. جنبه‌های پنهان سلامت جسمانی میتونه شامل نیازهای روانشناختی افراد بیمار باشه. درمان‌های روانشناختی امروزه به عنوان راهبردهای مناسب برای بهبود وضعیت روان بیماران و همچنین تبعیت از درمان و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی میتواند مؤثر باشد. مطالعات متعددی در این زمینه وجود داره که بنده شخصا مجری بسیاری از اونها بودم. کاهش استرس و اضطراب و راه‌های مقابله بهتر با بیماری میتونه بیماران رو در جهت بهبود هرچه سریعتر، چه از نظر جسمانی و چه از نظر روانی کمک کنه. خواهش میکنم که این مسئله رو در نظر داشته باشید که انسان یک موجود چند بعدی هست که میتونه ابعاد مختلف روی همدیگه تاثیر بذارن. بایو، سایکو، سوشیو، اسپریچوال و کالچورال و درمان‌هایی که امروزه برای بهبود و ارتقاء کیفیت روانی و حتی جسمانی ارائه میشه، همه این 5 حوزه رو شامل میشه. متشکرم.